تقوا چیه؟ تقوا اینه که از تمام گناه ها دوری کردن است. هر چی که خداوند و پیغمبرش معن کرد گفت که این کارا نکردن است. و بغیر این پیروی از سنت های زیبای پیغمبر خداست که به خصوص طالبین بود کوشش کنه طبق سنت ها، سنت یعنی رفتار کردار پیغمبر خدا، طبق رفتار پیغمبر خدا زندگی کنه. امروزه تمامی سنت های پیغمبر خدا سلام جمع آوریش دیگه در کتاب ها برای ما و شما، یعنی برادران ما و شما پیش از ما و علما همه چیز دادن، حیات دادن، وقت دادن، سلامتی دادن، یعنی همه مهنت کشیدن، یعنی حیات چیز در می راه علم سپری کردن، جمع آور کردن برای ما و شما تا ما و شما بدونیم. امروزه تا حتی چه خیلی پیغمبر خدا آب می نوشید، چه خیلی استکان بلند میکرد، چه خیلی می نوشید، همش چه خیلی رحم نگشت، چه خیلی میشید، چه خیلی میخست، همش ثبت کردی، همش ضبط کردی، همش جمع آوری کردی برای ما و شما. اینا بر همین این تقوایی که از تمام گناه ها گریختن، گناه نکردن و از سنت های پیغمبر اسلام مطابقت کردن است. این الله سبحانه و تعالی این وعده خداوندی است. اینجا باید شما دقت کنید که خداوند چی میفرماید؟ واتقوا الله و یعلمکم الله. ریشه و اساس و پایه علم این خداترسی. خداوند در سوره مبارکه بقره میگه که شما بندگان من تقوا را پیشه بکنید، شما خدا ترس شید، من شما را علم میکنم. یعلمکم الله یعنی که و یعلمکم الله، شما خدا ترسی را پیشه کنید و خدا شما را علم میدهد. تمام علما در گذشته نگاه کنید به سبب تقوایی که پیشه داشتن خداوند ارتباط با بندگانش سخت کرد که یک کاری میده خرد کوچک که در نظر نمیگیریش به خاطری همون که همین بنده خدا اخلاص و نیت خوب داشت به خاطر الله بود، همون کار بزرگ نکنید. در این همین است. اگر ما شما تقوا را پیشه کنیم، ای خدا بترسیم، خدا خودش وعده میکنه واتقوا الله، شما بترسید از الله و یعلمکم الله، الله شما را علم میده، الله شما را علم میآموزاند، الله شما را میداند، سواد دانش حکمت میدهد. بعد در این زمانه ما و شما زمانه فساد است، به حد فساد است که در طول تاریخ انسانیت این خیلی فساد که امروزه هست این خیلی نبود. علما کتاب دارن جاهلیت قرن العشرین، جاهلیت عصر 20. یکی از علمای بسیار دانشمند کتابی نویسد که جاهلیت عصر 20. ولی ما عصر 21. اگر اون عالم زنده میشید امروز میدید حیرون میشد. یعنی این کتاب شد در عصر قرن 20 نوشته بود. اونجا نو فساد شروع شده بود. وزیر اگر بینه این فسادی که امروز هست از کجای نگاه کنی در همه جا فساد وارد شده. فساد در عائله، در زن شوهر، فساد در فرزندی تربیت فرزند، فساد در مکتب، فساد در کوچه، فساد در بازار، فساد در کارخانه، فساد در بیزنس، فساد در اخلاق، در هر فساد در اقتصاد، هر کجا نگاه کنی که همه جا فساد. لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی امروز فساد شده است که در طول تاریخ فساد نبود. یعنی اهل علم، اهل دین قین شده است برای اونها فساد قوت گرفته گیره. نگه ما فراموش نکنیم در هر زمان الله سبحانه و تعالی بندگانی را بلند میکنه. یعنی در هر عصر زمانی که قین میشود اون وقت الله سبحانه و تعالی میگیم بزرگانی بلند میکنه، بندگانش که دین دوباره زنده میکنن، احیا میکنن. پس ما طالبین ما نیت بکنیم، نیت خالص خداوند در این زمان فساد، در این زمان قین، خداوند همون علما و مردانی
қаҳрамон ва бузурги буландш мекунанд, моро аз амо бигардонанд. вақт барои худованд осон аст, хеле осон аст. фақат мо нияти холис кунем нисбати худованд, умед аз аллоҳ кунем ва дар ҳамин росто қадам бизанем. ӯ сирш таваккал ба худо ки парвардигор моро яъне ки чӣ кунад, аз ҳамон мардон ва қаҳрамони бузург муҷаддад بقعدونا. أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك. ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا، والله بالقرآن قد زكاك. صلى عليك الله يا علم الهدى، فاشتاق مشتاق إلى رؤياك.